360 درجه چرخش و بالا و پایین کردنش رو که عمودی میره. صدای دو طرفه داره، یعنی شما هم میتونید الان صدای منو دارید با دوربین میشنوید که داره ضبط میکنه. صدای دو طرفه داره، میتونید صدا رو بشنوید و از بیرون هم با اون شخصی که تو محیط هست ارتباط برقرار کنید. از نظر صدایی تعقیب سوژه داره، یه دوربین خوبیه که در حد یک کودک رو بخواد دنبال کنه داشته باشید داخل منزل.